тамошобинон азиз ассалому алайкум. محفل بهتر از دوست تلویزیون بهارستان را آغاز میکنیم. این محفل این لحظه در یکی از مؤسسه‌های تعلیمی مشهور شهر کولاب در لیسه خوانندگان بالیاقت برگزار می شود. معلم محترم همین لیسه حدیثه بانو جمعیه چند روز قبل به ما زنگ زده گفتند که بچه‌ها یک چند قصه، حکایه و افسانه خواندند و آماده هستند که با کارمندان تلویزیون و ادیبان تاجیک از نزدیک بخورند و در سری همین قصه حکایه ها یک بحث دایر نمایند. خوب تشکر برای خواندنتون و تشکر دیگر برای اون که ما رو دعوت کردید. این لحظه ما یکی از قصه های نوی بنده جزدان رو همراه شما محاکمه میکنیم. خوب من میخواهم یک نفر مضمون همین قصه رو مختصر بیان کند. گپ در سری چیست؟ یک پسر بچه همسین و سالی ما که خیلی باسواد و دانا بود در راه جزدان می‌یابد. در درون جزدان 45,000 سامانی بود. هرچند در درون جزدان شناسنامه بود و نام و کوچه و سراغه همان صاحب جزدان معلوم بود، اسرار برای برگرداندن و یک هفته طول میکشد. در این میان واقعه های زیاد روی میدهند. درست است. همین قدر حادثه پسرک اسرار 45,000 سامانی می‌یابد، لیکن با صاحبش به زودی برده نمیدهد. یعنی یک هفته فکر میکند که همین پول رو برگردانیم به صاحبش یا اینکه برنگردانم. و یگان کسی دیگر هم نمیگوید. خوب یک زمان همین اسرار باز یک بار پول پیدا کرده بود، از زمین یافته بود، لیکن همون پول را به صاحبش برگردان. چرا اون پول را برگرداند؟ این 45,000 سامانی را نه. کی جواب میدهد؟ وی هیجان زده شد و در درون آن 45,000 سامانی بود و دو دیله شده در درون آن خیلی سومی بسیار بود. برای همین یک هفته دیر کرد تا آن را به صاحبش برگرداند. خب درست بود. چه فکر است؟ بار اول که اسرار مبلغ یافت در آنجا مبلغ خیلی کم بود و برای همین دو دیله نشده سوم را برده به صاحبش داد. اما این دفعه در جزدان 45,000 بود. وای باید هم دو دیله میشد. 45,000. واقعا من بسیار قایل هستم به جواب لایق. هر کس گفتم بتواند که ما همون زمان برده به صاحبش این پول رو برمیگرداندم، لیکن جواب لایق بسیار جوان مردانه هست. اول حادثه روی دهد، بعد معلوم می شود که کی است. وقتی یک مرتبه 120 سامانی پیدا میکند به صاحبش برمیگرداند. اکنون 45,000 سامانی بسیار پولی کلان. از همین سبب با اندیشه بیفتد که همین پول رو به صاحبش برگردانم یا نه. اکنون یک سوال، کی از کوچه پول یافته است و چند سامانی؟ من یک روز از مکتب خانه می رفتم که در راه یک همیان دیدم و آن را گرفته در یک جا نشستم. یک مرد با آن سو میرفت و این سو میرفت و من گفتم شما چیکار میکنید؟ و گفت من همیانم را گم کردم. من گفتم شما در درون چند سامان بود؟ و مرد گفت 500 سامانی بود. و من گفتم من این همیان شما است؟ و گفت بله این همیان من است. تو برای چی اون مرد رو پرسیدی که در همیانتون چقدر پول بود؟ من فهمم که او پولی وای بوده است. درست است. معلوم میشد که یعقوب جان هم بچه زیرک بوده است. 500 بعد با تو یگان چی شادیانه داد هم؟ مثلا همه آدم گفت که این 5 سامانی یا 10 سامانی یا 50 سامانیش از اون تو گفت؟ بله گفت و من 20 سامان برابر داد. من همین با اسرار هم وقتی 120 سامانی پیدا کرده بود چقدر برگردونده بود یعقوب جان؟ با اسرار همون مردی که اما که عظیم بود، اما که عظیم وقتی اسرار میگوید که من پول شما رو یافتم و شما گرید، اما که عظیم چند سوم میدهد؟
بیسامونه هم 20 سومانی میتدم. اسرار هم میگیرد لیکن پدرش میگوید که برده سپورید. بسیار امتحان دشوار است. برای چی پول رو یافته به صاحبش برگرداندن، برای چی امتحان بسیار دشوار است. کی گفته میتواند؟ مثلا چرا کتاب رو پیدا کرده به صاحبش برگرداندن آسان است یا یک چیز دیگر، یا جزدان خالی رو، لیکن برای چی پول رو پیدا کرده به صاحبش برگرداندن بسیار مشکل است. برای آنکه ما یگان کتاب یگان چیز رو میابیم در وی نام نسب نویسنده است یا که وی یک کتاب است ما او را برده میسپریم. وقتی که ما پول رو میابیم وی فکر میکنه که این رو به خودمون گیریم یا که برده سپریم و دو دیله میشویم و هر فکرهای زیاد به سرمون میآید. خب درست است. این یک جواب. باز که چی گفته میتونه؟ وقتی که پول رو میابی با هر فکر میافتی که خیلی انسان در کار که پول رو برگردانیده به صاحبش دهد و وقتی که ما پول میابیم هر فکر میکنیم که شاید من رفته یگون چیز به خود خرم از همین سبب به صاحبش برگردانیده نمیتوانیم. خب اینم جواب درست قریب نزدیک اومد. خودی عباس جانم. خب من مرحمت از معلم میپرسیم. شاید که در همین جا اسرار به سرش فکرهای زیاد آمد که اگر او همون زمان پول رو اگر که میگفت که من همینجا پول یافتم این پول از اون کی باشد، ممکن در همونجا نفرانی پیدا میشدن که پول از اون آنها نبود، لیکن آنها ممکن که اسرار همین رو فکر کرد و گفت که ممکن همین پول به صاحب اصلیش برگردونده نشود. بنابر همین او شاید که فکر کرد که چند روز فکر کند یا که چند ساعت فکر کند که پول رو به صاحب اصلیش برگرداند. ممکن که اسرار همین خیلی فکر کرده باشد. خب به اسرار هم مثلا هر کدام ما وقتی پول پیدا میکنیم، من اینجا تقریبا اینجا 30 نفر نشسته ایم، من شاید که 1 2 3 4 5 نفر همون پول رو به صاحبش برمیگردونیم. شاید 20 25 نفر به اندیشه میافتیم، باز برمیگردونیم. من باور دارم، لیکن چرا همین دشوار؟ قریب همه چیزی که از زمین پیدا میکنیم برگردوندنش آسان است، لیکن وقتی که پول پیدا میکنیم برگردوندنش دشوار است. برای چی؟ برای اون ما میترسیم که ما اگر پول رو بریم اون شخص گنده باشه ما رو میگوید که تو این پول ما رو دزدیدی. بعضا پول رو برمیگردونید میگوید که نصفش نیست، تهمت کردنش هم ممکن، لیکن از این ترسیدن در کار نیست. راه آسان برگردوندن پول البته به صاحبش پیشکی پرسیدن در کار که چقدر پول بود. برای اون که پول هر روز به ما در کار است. درست است، پول هر روز برای ما در کار است. اگر خواننده صنف 1 باشیم، اگر موسیقی 70 ساله باشیم، هم هر روز در کار است. از همین سبب ما وقتی پول پیدا میکنیم بعضا میکلویم، تو دل میشویم که پول رو به صاحبش برگردانیم یا نه. اگر 1 سومانی 2 سومانی 5 سومانی باشه آسان تر است، لیکن وقتی که 100 سومانی 200 و 1000 سومانی می شود اون وقت دشوار است. خوب اسرار پول را با جزدانش پیدا کرد. در جزدان شناسنامه صاحب پول بود، لیکن اسرار پول را به خانه آن کس نبرد و به خانه شون برد و در کجا پنهان کرد پول را؟ در گهواره. در گهواره. برای چه پول را در گهواره پنهان کرد؟ مثلا در تگی کات نه، در زیر بالینش نه؟ چون که گهواره در خانه آنها استفاده نمیشد و چیزهایی که در خانه استفاده نمیشوند آنها را عادتا نمیکوبند. پس معلوم شود که اسرار پسر بچه زیرک هم بوده است. درست است سمیه، بسیار خوب گفتی. واقعا اسرار پسر بچه خیلی زیرک بود و با سواد هم بودن. به کدام کشور باید سفر میکرد؟ به اندونزیا. به اندونزیا. برای چی؟ او میخواست که به المپیاد ها رود. و رفتگی هم بود. اکنون ببینید یک خواننده بسیار باسواد اعلاچی در المپیاد اشتراک کرده است. از المپیاد مدال آورده است، مدال طلا هم گرفته آورده. در چین بود، در اندونزی بود، در آلمان بود، در روسیه بودن و همین خیلی پسرک و پول رو یافته اندک تو دل شد.
یک هفته تعطیل شد. قریب بهای 2 هم گرفته بود. پیش از سفر اندونزیا. برای همین همیشه آدم با واقعه های خوش و ناخوش باید تیار باشد. خب اکنون نقل میکنیم قصه را. وای شبها خوابش نمی برد. اگر که خوابش می برد خواب می دید و از ترسه این می خیست. وای خواب می دید که وای را در حاجت خانه که جزودان را مانده است در همانجا محکم کردند و از بوی بد نمیداند چی کار کند و جیغ میزند که من کاری نکرده ام. بعد وای باز خواب ها میدید مثلا ماران در دست او پیش و تاب میخوردند. بعد وقتی بیدار شد دید که وای به یادش نبود که ماران چی گفته اند و حتی یک روز به تیاری به دست رفت. وقتی آدم گناه میکند، وقتی آدم خواطر است، ترسیده است، البته درس خوانده نمیتواند. خب من مونسه یک حالتش رو نقل کرد. باز حالت دیگرش کی نقل میکند؟ خب مرحمت. روزی اول وقتی که اسرار با من خواست که با پدرش چشم بر چشم شود، سیرش رو پدرش نفهمد، دست رویش رو نشسته از خانه برآمده رفت. درست است. این یک حالت دیگر. حالت سیومش چه خیلی بود؟ از حسابی که وی پول یافته بود در دست ها می نشست و وقتی که بچه ها به آشخانه می رفتن او از ترسی که پول هایش رو نیابند در جایش می نشست، آشخانه نمی رفت. درست است. یک روز پول رو به مکتب آورده بود برای اون که خواطر شد که در خانه که پول رو پیدا نکنند گرفته به جزدان خودش موند، به کتابدانش موند آورد و واقعا بعضا بچه‌های شوخ هم هستن کتابدان یک دیگر رو میکنن و از ترس اون یکی کدام به کتابدان دست چشم ناندازد نگاه نکند و از صنف نبرآمد. 5 ساعت درس خوندن، 5 ساعت 6 نمیخل در نزد جزدانش. چقدر عذاب است، چقدر. و یک عذاب دیگرش باز چی است؟ یک عذاب دیگری وی آن بود که وی مدام ترسیده میگشت. در کوچه ها هم؟ بله، وی حتی در کوچه ها در خانه هم میترسید که کسی پای ببرد که وی پولی خیلی کلان دارد. مثلا یگان لحظه هست که اثبات شده است که وی ترسیده است. اسرار در کوچه ترسید. بله، یک روز وقتی که از مکتب با همصنفش جابیر از مکتب میبرایند صحبت آنها درباره پول میرود و همون وقت اسرار خیلی میترسد که وی پای ببرد که دوستش پولی خیلی زیاد دارد. پیامک های تلفنی گفتگو میرود و اسرار همونجا میترسد که حاضر همین جابیرن دوستش میگوید که حاضر جابیر میفهمد که حتی میگوید که فهمیده کیست. باز یکم مثال دیگر میدونه که همین اسرار در کوچه ترسیده میگشت. بله، وقتی که همان سحر که وی از خانه بر وقت میبراید آدمان به وی حیران گشتن نگاه میکردند. وی با ورزشگر و میخورد که وی گویا که وی به سوی او دویده ایستاده است و میخواهد از او وقتی که وی از او ساعت را میپرسد وی میترسد همینک وی فهمیده است که وی پول دارد و اما این خیلی نبود. وقتی که وی آدمان به وی چنین نگاه میکردند چون که وی سحر خیلی بر وقت به مکتب رفته ایستاده بود. درسته. واقعا چه آدم وقتی که گناهکار است از همه چی میترسد. همین اسرار هم صبح بر وقت به کوچه برآمد، همه به اون نگاه میکنن و برای اون که در خانه با پدرش روبرو شدن نمیخواست، در شب دراز بیخوابی کشیده بود و خوابهای ناخوش دیده به کوچه برآمد. اکنون در کوچه همه به وی نگاه میکنن. تصور کنید، ببینید ساعت 8 درس سر میشود در مکتب و تو ساعت 5 سحر با کوچه برآمدی. حالا 3 ساعت وقت است. البته هم حیران میشود. میگم که بچه برای همین ورزشکار گمان کرد که ساعتش خطا است، شاید 7 شده باشد و پرسید که ساعت چند. این اسرار از او ترسید. حتی یک مرتبه جوگی رو دیده میترسد. از همه میترسیم اگر گناهکار باشیم، در همه پولی یگان کس رو گرفته باشیم یا به یگان کس خیانت کرده باشیم، از همه میترسیم ما. برای همین گمان بکنیم که همه
میداند. اسرار ببینید یک هفته چی عذابها رو از سر گذراند و یک مرتبه اسرار به فکرم به خانه صاحب پول هم می رود. یعنی ببینید مکتب نیست دیگر، اندونزیا نیست، المپیاد نیست، آرامی نیست، خواب نیست، اجتهاد نیست، صحبت نیست، محفل های بعد مکتبی نیست، فقط فکر چی است؟ پول. همین با فکر اسرار این خیلی نیست که این پول رو از اون خودم کرده گیرم. وای ترسیده است، پول کلان رو دیده ترسیده است، حتی خودش هم صرفم نمیرد که به او چی شده است. همین پول رو گرفتنی هم نیست، لیکن پول رو برگردانده هم نمیتواند و یک مرتبه به خانه صاحبی پول میرود و چی حادثه روی میدهد در همونجا. مرحمت. وقتی که اسرار به خانه صاحب پول می رود، از دروازه صاحب پول پسر بچه می دود. درست. اسرار از پسر بچه می پرسد که چی واقعا روی داده است. پسر بچه می گوید که بابای من از عالم گذشته است. بعد اسرار می گوید نام بابای تو چی بود؟ پسر بچه می گوید که میرزا بهادری امیرزاده. درست است. یعنی صاحب پول الکه از عالم گذشته بوده، در عالم الکه نیست، فافتیده است. صاحب پول نیست. اکنون اسرار میتواند که واقعا پول را پر از آن خودش کند. با وجود این آرام نمیشود، با وجود این آرام نمیشود، باز همه عذاب ها تکرار میشود. نه همین حالت اسرار یگان مرتبه به یگان سبب به سر شما آمده است که یگان شب به یگان سبب خوابش نبرد، استراب کشید، یک روز یا دو روز ترسید، فقط به سبب پول نه، به هر سبب. همین واقعه به من در حقیقتا رخ داده است. وقتی که من نوکر بودم، سال اول در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 13 همین ناحیه کلوب، شهر کلوب کار میکردم و سال اول که من کار کردم، بعد یک سال به رخصتی مهنتی میبرویم. همون وقتی که رخصتی مهنتی بر اومدم، همون روزی که من پول رخصتی مهنتی هم رو گرفته بودم، همون شب از هیجان زیاد من تا روز خوابم نبرد و من فقط انتظاری میکشیدم که کی صبح میدمد و من به بازار رفته از همین پول برای پدر و مادر و استاد اولینم توفه خرید کنم. خوب من یک مثال، یعنی یک شبی بیخوابی هیجان، پر هیجان. خوب مرحمت. من یک روز با همراهی برادرم به مغازه رفته ایستاده بودیم. در راه 100 تومانی یافتیم و به خونه همون رفتیم. آنجا 2 روز در دستمون ایستاد. ما ترسیدیم که همان روز یکی پدرم یا مادرم در آمده این سری ما رو میفهمد و ما پگاهی رفته دیدیم دم جایی که پول را یافتیم، پرسیدیم که کسی پول گم کرده است. همه مردمان که همونجا بودن گفتن من گم کردم. برادرم زیرکی کرده گفت چند سامانی؟ همه مردمان گفتن که 5 سامانی، 10 سامانی و 50 سامانی گفتن. بعد یک مرد گفت که 100 سامانی. گفت که برادرم گفت 1 تا یا 2 تا؟ گفت که 1 تا. بعد برادرم به صاحبش پول داد. یک حکایه هستن صاحب ساعت که خونده است. یک کس از زمین یک ساعت پیدا میکند مییابد، بعد نگاه میکند که یک آدم گذشته داده میگه که شما ساعت گم کردید؟ گم نکردید؟ میگه که بله گم کردم. این ساعتتون رو گرفت؟ میگه میته و گرفته میرود. بعد یک 5 دقیقه میبیند یک آدم اومده به زمین هر طرف رو نگاه میکند، چیزی جستجو دارد. میگه که اما شما یگان چی گم کردید؟ میگه که بله من ساعتم رو گم کردم. میگه که ساعت شما رو من یافتم، به صاحبش دادم، گرفته رفت. یعنی وقت آدم پول پیدا میکند همون زمان باید پرسیدنش در کار که چند سامانی است، از کدام پول ها عبارت است، چند 10 سامانی است یا همیان چه خیل بود، چند درمش تنگه است، باید همش رو معین کرده بسپارد و در اون صورت درست میشه. لیکن بهترین کار وقتی شما پول پیدا میکنید به کی خبر دادن در کار است؟ رفتاری بهترین این است که
پولو با میلیتسیا سپره. واقعا من یک حادثه رو برای شما نقل میکنم. سال 1988 یا 89 بود. همراه شاعری بسیار دوست داشتی شما جوره هاشمی ما خوراک نصف روزی خوردیم و از یک نصف روز بود خیابان دوشنبه قدم میزدیم و بلغت من دیدم در زمین یک گردنبند زرین طلایی خوابیده است و گرفتم. جوره هاشمی گفتن چی است؟ ما گفتم گردنبند زرین. نگاه کردن که هیچ کس نیست و گفتیم که اگر صاحبش پیدا شود میدیم، پیدا نشود نیم. تقریبا یک 50-60 قدم رفتیم که یک مرد و یک زن از رو برو می اومدن و بسیار هیجان زده سراسیمه و آشفته پریشان حال بودن. پرسیدیم که شما یگان چی گم کردید؟ گفتن که بله گردنبند طلایی. چه خیل بود؟ گفتن همین خیل. ما گفتیم و این گردنبند شما. بسیار خرسند شده از سبب اون که برگردانده بودیم. خرسندی آنها با ما هم خرسندی بخشید و اینک تقریبا 30 چند سال، 32 سال، 33 سال شد از خاطر ما فراموش نمی شود. و عاقبت اسرار چی می شود؟ به کدام حالت می رسد؟ اسرار در آخر گریه میکند و با پدرش میگوید که من همین سوم یافتم و با همراهی پدرش به خانه همان مرد رفته. در همانجا با پسر همان مرد 45,000 میدهند و پسر همان مرد به اسرار 5,000 رو برگردانده میدهد. بعد میگوید که پدرش میگوید نه این باشد سومی همان حق حلال خودتون. همین لایق برای چی اسرار پول رو به صاحب خانه برده داده نتونست؟ برای چی گریه کرد؟ زورش نرسید که همین مسئله رو خودش حل کند. بعضی حادثه ها هست که خودتان همین مسئله رو حل میکنید. بعضی کارها هست که زور شما نمیرسد. اگر زور دستتون رسد زور عقل نمیرسد. فهمیدید؟ بعضا زور وجدان نمیرسد. برای همین وقت دیدید مثلا 1 ساعت 2 ساعت 1 روز اگر عذاب کشیدید و مسئله رو حل کرده نتوانستید، باید به معلم مراجعت کنید، باید به پدر و مادر مراجعت کنید. همین 1 هفته اسرار فکر کرد، عذاب کشید، شبهای بیخوابی، ترس، خواطر و عاقبت ترکید، عاقبت فیغان کشید. فهمیدید؟ و گریه کرد و پدرش پرسید که در خانه علاهیده. پدرش همون زمان فهمید که چه حادثه روی داده است. آهسته به خانه علاهیده برد و پرسید. اسرار گفت که من پول یافتم و همین پول رو نه خودم صرف کرده میتونم نه به صاحبش برگردانده میتونم. صاحبش از دنیا گذشته است، صاحبش بیمار بود. و پدرش چیکار کرد؟ هیچ گپ نگفت. برای چی پدرش جنگ نکرد؟ برای که میدونست که همین گلک چخیل در دلش ترس داشت. درست است. پدرش هم بسیار آدمی زیرک بوده است. گریه نکرد. من این بچه های خواننده صنف 4 هستند. خواننده صنف 4 چه حدیث بانو خواندند و فهمیدند و به شما یکون سوال دادن از این وابسته به همین کتاب. یکون لحظهش با اونو معقول نشد یا معقول شد، یکون سوال دادن. در خوانندگان ما همین خیلی سوال ها پیدا شدن پس از همین مطالعه کردن و نقل کردن قصه جزودان. یک چند سوال ها پیدا شدن که من گفتم که شما می توانید که همین سوال ها رو از خود مؤلف پرسید. از من؟ خوب مرحمت. چی سوال؟ معلم عزیز، من یک چند حکایت شما رو مطالعه کردم. در حکایت سیمای اساسی حکایت اسرار نام پسر بچه می باشد. مثلا در حکایت صورت مادر، یک کتاب عمل نیک، نیکی کامل و قصه جوزان. اسرار شاگردی بهترینتان از یا اون شناس از اون است. یعنی در بعضی حکایه های من همین نام اسرار و میخورد هستن. یعنی در 2 حکایه و در همین قصه واقعا اسرار است. بعضی نام ها هست، یک چند نام هست که به من بسیار خوش میآیند. مثلا سینا، دلیر، دلاور، اسرار، بهرام، شهناز، شهزاد، همین نام ها به من بسیار خوش می آیند، به من پسند هستند. از همین سبب بعضی اثرهای من هم وارد شدند. لیکن یک اسرار هم داشتم. یک
وقتی من در مکتب درس میگفتم یکی از شاگردان من نامش اسرار بود. بچه خیلی آدمی که کلان شده است، قریب 40-45 ساله. خیلی خواندنش بد نبود که علاچی هم نبود، لیکن این اون قهرمانی سیمای اساسی این داستان وای اسرار نیست. فقط با سبب زیاد تکرار شدن نام اسرار در بعضی اثرهای من همین است که همین نام به من پسند است. تشکر. با چه سوال است؟ معلم عزیز، من از شما میخواستم پرسم که همون اندونزی اسرار رفتن چی شد؟ او توانست به آنجا رود و او توانست که از آزمون ها جای یکم یا دوم یا سوم را گیرد؟ درست است. ما گفتیم که در آغاز قصه گفته شده است که اسرار باید به اندونزی به المپیادی متماتیک های جوان رفته شرکت ورزیده اشتراک کند. لیکن از سبب که پول پیدا کرده بود یک هفته بسیار عذاب کشید، تقریبا هفته دیگرش باز رود. البته اونجا نوشتم ممکن که وای رفت. اگر نمی رفت در همین قصه می نوشتیم که نمی رفت. اکنون بعد از این چه حادثه روی داد، رفت به اندونزی یا نه، ما چیزی نگفتیم. این چندان اهمیت ندارد. اساساً همین حادثه پول را پیدا کردن یافتن و به صاحبش برگرداندن مهمتر است. لیکن اسرار به اندونزی البته رفته است. اگر نمی رفت قید میکردیم. گرچنده که در قصه این قید کرده نشده است، لیکن البته اسرار به اندونزی هم می رود، سزاوار جای اول هم می شود، صاحب مدال طلا هم می شود، چون که اسرار پول رو به صاحبش برگردون. همین دلیل است که وی به اندونزی رفته است. درست است. اگر پول رو بر نمیگردوند رفته نمیتوانست و یک هفته عذاب کشید، بعد یک ماه عذاب میکشد، بعد تمام سال عذاب میکشد. لیکن در یک هفته خیرت که در یک هفته جنبه شد. ادیب همه گپ رو در کتابش نمی نویسد. بعضی گپ رو به شما حواله میکند. من قصه تابستان رو خوندید؟ پولو تولیس رو کی خونده؟ در همین جا آورده است که وقتی که هر کس که همین اثری که تابستان رو خونده است، در آخر اثر آورده است که باید همون شخص کتاب رو خونده است باید خودش فکر کند که کدام طرف حق است. درست است. شما باید خودتون خلاصه کنید که حسن رفتارش درست بود یا نادرست بود. در نویسنده همه گپ رو نمیگوید. حتی یک سخن مشهور هم است. نویسنده نصف کتاب رو می نویسد، خواننده نصف کتاب رو خودش ایجاد میکند. یعنی خلاصه میکنید. معلم عزیز، شما به مراد مقصدهایتان رسیده اید و در آینده چی نقشه ها دارید؟ وقتی که من معلمی شما نشستن حدیث جمعه و ما اگر از همین کس پرسم که آرزوی شما چی است، همین آرزوی اساسی معلم همین است که شما باسواد شوید، شما خواننده بهترین شوید، شما سخن گفته توانید، شما فکر خودتون، شما ایجادکار شوید مثل لایق. یعنی آرزوی هر یک آموزگار همین است که شاگردان بهترین داشته باشد و آرزوی هر یک نویسنده همین است که قصه های، حکایه های، شعر یا افسانه های عجیب نویسد که به خواننده ها پسند آید. البته آرزوها بسیار هستند. منم یکی از آرزوهای من این است که قصه ها، حکایه های خوب نویسم که شما خوانید، راحت کنید و عبرت گیرید و خرسند شوید. البته معلم عزیز، چی سبب شد که شما قصه جوندلو رو نوشتید؟ این در حیات شما یگان با رخ داده بود؟ البته من از یگان کس همین حادثه رو نشنیدم. یگان کس نگفته است که یگان پسرک 45,000 سومانی پیدا کرد و با صاحبش برگرداند یا بر نگرداند. لیکن یک مرتبه در تلویزیون ما تماشا میکردیم، در تلویزیون به فکرم روسیه بود یا کدام یک کشور دیگر، گفتن که یک پسرک چند هزار پول یک نفر رو پیدا کرده برگردانده است. و من گفتم که خوب هستن آدمانی که همین پول رو اگر پیدا کنند بر نمیگردانند.
اگر همین خیل آدمی که پول رو پیدا کرد و بر نگرداند خواننده مکتب باشد چی می شود؟ و بعد از همین جا من گفتم این خیل حادثه روی نداده است و برای اینکه پرشیده شود بعد سوی با دیگر علاوه کردن، یعنی پر تخیلی است، بافته است. معلم عزیز، هدف شما در این قصه چیست؟ شما چی رو با ما گفتن می‌خواهید؟ درست است، سوال خوب. من چی گفتم میخواهم؟ من گفتم میخواهم که شما یک بار از خودتون پرسید که اگر همین قدر همین خیلی به همین حادثه مانند شرط است که پول، شاید شما یگان نفری رو میبینید که یگان رفتار ناشایسته صادر کرد یا یگان جنایت دیگر رو میبینید، شاهد میشوید یا از شما یگان خطای سر میزند یا شاید که پول پیدا میکنید، پرسید همین خود شما که اگر به جای اسرار شما میبودید چیکار میکردید. اگر حاضر یک مرتبه اندیشه کنید با وقتی که پیدا میکنید به همین حالت میافتید اندک آسانتر میشود. کتاب برای همین است که شما رو به زندگی تیار کند. نمیشود آدم کتاب خوانده به زندگی تیار 100% تیار نمیشود. کتاب شما رو هشدار میدهد. بعد وقتی حادثه به سر آدم میآید اندک هوشیار میشه، همون کتاب به خاطرش میرسد و رفتارش اندک عاقلانه درست میشود. برای همین کتاب خواندن خوب است. معلم، در همین کتاب جزدان در حکایه در مکتب معلمی صنف 11 ا محیدین آرزو رسم آن با رسم شما مانند است. آیا رسم شما است؟ درستی که من از این آگاه نیستم. من نه در اینجا چه اسرار شب است خواب نمی کند و حتی در درون جایگاه کورپا رو بسر کشیده، فانوسی که تلفنش رو فروزان کرده پول میشمرده. این یک لحظه همون چی است. خوب بازار میبینیم که در صفحه 48 به من مانند هست همون یعنی همین. بله. واقعا من اعتبار ندادم، همین عباس اعتبار داده است که این رسام معلم به من خیلی مانند است. خوب تشکر. چرا پدرش گفت که این حادثه جنبه شد ما دیگر به این موضوع بر نمیگردیم؟ چرا؟ برای آنکه حادثه جنبه شد و یگان مسئله حل نشدگی نیست. درست است. با مرحمت. برای اون پدرش این گپ را گفت که دیگر یگان مسئله نمانده است که آنها حل کنند و این گپ در جایهای بسیار پخش نشود. درست است. یگان همسنف شما اگر بهای دو گیرد پگاه به درس آید شما گوید که تو دو گرفتی، اینش گوید که تو دیر گرفتی، اینش گوید که تو دو گرفتی، حتی معلم گوید که تو دو گرفتی، در خانه گوید که تو خانه هستی و چی میشه؟ بیمار میشود. با روز دیگر اگر دوام کند، با هفته دیگر دوام کند، خیلی دو گرفت پگاه اصلاح میکند حادثه جنبست میشود. اگر همین گفتگو رو در خانه با بیبی و اسرار و پدر و مادرش و همسنفو هم اگر فهمانده هر روز اگر محاکمه کنند اسرار باز زیادتر اذیت میکشد. به همین طور به اندونزی اون طرف است راست از به بیمارستان میافتد. برای این پدرش در پشت در گفت که پسرم اسرار گپ تمام، دیگر به یگان کس چیزی نمیگوییم، حتی به بیبیت به مادرت هم. فهمیدید؟ اگر در صنف شما یگان کس از خطایش اقرار شد، خطایش رو اصلاح کرد، یگان گناهش رو گفت، برطرف کرد، شما پیوسته به خاطرش نآورید یا او رو مسخره نکنید. مردی آن است که دست او رو فشرده گویید که تو بسیار جوان مردی، حقیقی بوده که اقرار شده. اسرار هم اقرار شد، پدرش جنبست کرد، یاری داد. اکنون سخن به معلمه که شاگردانشان این قصه را خواندن، من البته بسیار خرسند هستم، فهمیدن، میدونن. خب باز چی گفتنی هستید معلمه؟ معلم عزیز برای جامعه تاجیکستان یکی از ادیبان با استعداد و دوست داشته ترین به حساب رفته، با ایجادیات شیرین و جذابش در دل و دیده نورسان و آنهایی که به تعلیم و تربیت نورسان مشغولند
ҷой гирифтааст. дар ҳақиқат пас аз оне ки эҷодиёти устодро мутолиа менамоем, дар дили хонанда шавқу рағбати зиёд барои мутолиаи эҷодиёти устод пайдо мешавад. мо аз ташрифи устод ба муассисаи таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб бисёр хурсанд шудем. Шогирдони мо тавонистанд ки бо адиби дӯстдоштаашон, бо устоди азизашон, азизи азиз имкони вохӯрдану суҳбат карданро пайдо карданд. Ва аз маъмурияти муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб ташрифи устодро ба муассисаи таълимиамон хушомадед мегӯянд. барои ҳамкорӣ ба устод изҳори ташаккуру миннатдории худро баён менамоянд. خب تشکر معلم عزیز. ما خوشنود هستیم از خوانندگان مسیح شما. البته همه کتابخوان و کتاب دوست و با تمیز هستند و سبب تشریف آوردن ما همین است. اگرچه این واخری اولین است و هرگز واخری آخرین نیست، ما همین خیلی بچه ها رو دوست می‌داریم. عجیب است با این خیلی بچه ها واخوردن و می‌خوایم که صفی همین خیلی بچه ها در تمام تاجیکستان زیاد باشد. واقعا زیاد هم هست، با زیادتر شود. این خیلی فرزندان اصیل، فرزندان کتابخوان تاجیکستان چقدر باشند کم است. من از نام ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان، از نام کارمندان تلویزیون بچگانی بهارستان که در اینجا حضور دارند، برای به همه شما تنی صحت خاطر جمع صلح و آسایش، همین خیلی کتاب های زیبای ادیبانی خوشنویسی زیاد تمنا دارم و فقط ما به این جانب شما هم وقت هرگاه به دوشنبه روید هم به اتفاق نویسندگان و هم به تلویزیون خودتان بهارستان مهمان شویتان. البته خوب تماشابینان عزیز، این بود برنامه نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در مسیح بچه های خوانندگان با لیاقت شهر کولاب از روی اثر بنده جزدان برگزار نمود. سلامت باشید تا واخری دیگر.